خب با همصحبت ما قهرمان بخوزاده رهبر مرکز تحلیل نظرسنجی زیرکلا هستند که اخیراً یک تحلیل برگزار کردن در مورد بازاری وسایل اخبار الکترونی در تاجیکستان. خب میتونید بگید که همین تحلیل شما با کدام هدف گذرانده شد و نتیجه اش چی بود؟ واقعا شما من باید قید کنم که این تحقیقات به نزدیکی نیست، تخمینا یک و نیم سال پیش گذرانده شده بود، ولی با سبب های از ما نوابسته خودی کارکرد این معلومات کمتر دیرتر دوام کرد و برای همین ما اون را حاضر پیشنهاد کردیم. البته در اینجا کمتر در خود تحقیقات کمتر در خود وضعیت حاضره دیگرگونی ها به عمل آمده هستند، دیگرگونی های زیاد هستند، مخصوصا در مسئله استفاده برای از اینترنت. لیکن ما گفتیم که همین تحقیقات رو پیشنهاد کنیم، چون که با فکر ما خودی محتوای همین تحقیقات برای بهتر فهمیدن استفاده برندگان واسطه های الکترونی اخباراتی عامه، درباره خواهش آنها، درباره طلبات های آنها به واسطه اخبار عامه باید به نمایندگان واسطه های اخبار عامه کمک کند که شرایطشان رو بهتر، شرایط فعالیتشان رو بهتر کنند، زیادتر به استفاده برندگانشان اخباراتی مفید پیشنهاد نمایند. خب این تحلیل چی نشان داد؟ عموما گویم اگر تحلیل نشان داد که در عین زمان در تاجیکستان یکی از واسطه اخبار عامه که جای زیادترین را در تأمین اهالی با اخبارات میگیرد تلویزیون میباشد. قریب 100% اهالی از تلویزیون استفاده میبرد و ما باید همین را در نظر گیریم که دیگر واسطه اخبارات عامه الکترونی حالا با تلویزیون نزدیک نشدند. مثلا استفاده برندگان رادیو از 25% زیادتر هستند. استفاده برندگان اینترنت در همون سال 12 که ما گذرانده بودیم تقریبا 13-14% بودند. حاضر البته زیادتر شدند، لیکن البته آنها با تعداد استفاده برندگان آنها با تلویزیون نزدیک نشده نیستند تا حال و همین یکی از وضعیت‌هایی که ما همین رو معین کرده برای همون دوره گذرانده تحقیقات انیخ کردیم. حاضر در سال 2014 تقریبا من میدونم که استفاده برندگان اینترنت از 25% زیاد هستند، یعنی که از نسبت به 2 سال پیش تقریبا 10-15% زیاد شده استفاده برندگان اینترنت و همین گونه یک تخمین هم داریم که باید زیاد شده رفتن گیرد استفاده برندگان اینترنت. خب میتونید بگید که کدام ترند های نو شما معین کردید؟ عموما ترند ها در همین کار ترند های نو نیستند، این ترند های عمومی جهانی هستند. گویم هم می شود گپ در سر آن است که استفاده برندگان اینترنت یکم زیادتر جوان هستند. این در تمام جهان هم خیلی هست، چون که اینترنت خود یک تکنولوژی نو است و برای آنهایی که سن سالی کلانتر دارند فهمیدن اینترنت ممکن مشکل تر باشد. شاید که خود اینترنت هم در دسترسی به اینترنت هم اونقدر آسان نباشد برای آنها و برای همین اساسا زیادتر استفاده برندگان اینترنت جوانان هستند و با مرور زمان با گذشت وقت آنهایی که حاضر جوان هستند آنها به سن میان سالی میرسند، باز کلانتر میشوند و البته در بین کلان سالان هم استفاده برندگان اینترنت زیاد میشود. لیکن یکی از اسپسیفیکای تاجیکستان، اگر درباره اسپسیفیکای تاجیکستان گپ زنیم، استفاده برندگان اینترنت مثلا در بین مردها زیادتر است نسبتا به در بین زنها. یعنی که این هم یک نشانه می باشد که ممکن شاید زنها با کامپیوتر، تلفن موبیلی دسترسی کمتر داشته باشند. این یک نابرابری است که این هم کیروی تشویش است، چون که مرد و زن باید شرایطی برابر داشته باشند و در این مسئله البته اینترنت که شرایط‌های بی‌پایان دارد، هم برای گرفتن اخبارات، هم برای خواندن، هم برای زیادتر کردن جهان بینی، وسیع‌تر کردن جهان بینی، البته دسترسی زنها زیادتر میشد، به فکرم خوب میشد. چقدر هست تناسبشون؟
дар ин тадқиқоти гузарондаи мо дар байни марду зан ба фикрам 2 баробар фарқият буд ки мардҳо аз занҳо дида 2 баробар зиёдтар истифода мекунанд аз интернет. Ташаккури зиёд.